مثلث دوم تغییر شامل شجاعت، نقد سنت‌های قدیمی و ابتکار هستند. زل اول مثلث دوم تغییر شجاعت است. اینکه افراد نمیتوانند یا قادر نمیشوند به برنامه‌ها و اهداف مورد نظرشان برسند، نادیده گرفتن توانایی‌های درونیشان است. یعنی ترسیدن، نداشتن شجاعت باعث می شود شکست بخورند، چون می ترسند اطرافیانشان در موردشان قضاوت خواهند کرد یا ای که مردم چگونه با آنها خواهد دید. مسیر شاید دشوار باشد و کار بسیار دشواره. بنان ترس از قضاوت مردم باعث می شود از تعقیب برنامه ها و اهدافش دست بکشه و این امر موجب شکست می شود. فرد زمان قادر به رسیدن به خواسته مورد نظرش می شود که با شجاعت تمام، بدون ترس از قضاوت مردم و اطرافیان، بدون سختی کار و دشواری مسیر، هدف و برنامه‌اش را دنبال بکند و با شجاعت تمام، بدون ترس و هراس از رسیدن به مقصد و خواسته مورد نظر، مسیرش را ادامه دهد.